در اوایل امسال رهبر امارت اسلامی دستور داد که در ولایت‌ها کمیسیون تثبیت و جمع‌آوری تسلیحات نظامی از نزد فرماندهان و بزرگان قومی تشکیل شود و این کمیسیون در ضرب‌الاجل 3 ماهش تسلیحات را ثبت و بخش از آن را جمع‌آوری کرد. اما وزارت داخله با پخش آگهینامه در اکسش تاکید کرده که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی تمامی مسئولان مجاهدین و شهروندان از حمل و نگهداری جنگ افزارهای سبک و سنگین بدون مجوزین وزارت خودداری کنند. او همدارنګه د بې جوازه تورو ښیښو موټرونه وګرځوي او غیر معمولي هارنونه وکاروي. لکه څرنګه چې د ترافیکو پولیسو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د دغه ډول وسایطو د تګ راتګ مخه نیسي. په همدې اساس هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په ښارونو کې د دغه ډول وسایطو او موټرونه وګرځوي او بې ځایه هارنونه وکاروي. در بخش از این اعلامیه آمده که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی تمام نیروهای نظامی، ملکی و شهروندان عادی مکلفند که جواز وسایط شیشه سیاه و پردهدار را از مدیریت عمومی دایاک ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله اخذ نمایند. با ظهور مجدد تحریک طالبان به نظام در افغانستان صحبت‌های در مورد عفو عمومی و جمع‌آوری اسلحه داشتیم که یک گام نیک غرض تحکیم امنیت بوده، اما این در حالی است که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در نوامبر 2022 مدعی شده بود که تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 7.12 میلیارد دلار در اختیار امارت اسلامی قرار گرفته و وزارت دفاع آمریکا نیز گفته بود که از سال 2005 تا آگوست 2021 در مجموع 18.6 میلیارد دلار تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده است. این تجهیزات مشمول هواپیماهای جنگی، موترهای نظامی، اسلحه، تجهیزات ارتباطی و سایر ابزارهای نظامی است. اما امارت اسلامی همواره گفته که این تجهیزات در ذخیره‌گاه‌های دولتی نگهداری می‌شوند.